هامنار. برسیمت خانومی. چرا قهر میکنی؟ تاکسی. زندانی مجید صفایی نگاه کن گرفته خوابیده. بلند فصل جمع کن آزادی. جناب سرنگ میگم که واسه ما خبر خوشی نیست. جواب آزمایشت بیاد بعدا. خبر آزادی همه زنونیه بیاد سلامت بفرد. ایول داش مجید و ایول داش مجید و برو خدا کن جواب آزمایشت مثبت نیاد. امیر این دفعه بفهمم افتادی رو کفی رفتی سمت عمل ممل خودم اینه گوسفند قربونیت میکنم. گوسفند چیه بابا؟ من خرتم. بابا آخه میکشی یه قصه داری، نمیکشی از همه آدم عالم باید بکشی. بابا به کی بگیم؟ اینا ترک کردم. به چی خیلی خب دیگه بابا بسه. من غریبم بازی در نیاد تو فکرتم. بری دیگه بر نگردی. آچکه قربون آقا آچکه چش نخوری. چش نخوری. چش نخوری. بهتره که چشم حسود ایشالله. ایشالله خودم این صندوق میله میشونم. ایشالله سرت بگم اشتبه نشه. بر محمد و آل محمد صلوات. ایشالله مثل آقا داداشم همه یه سفر مکه نصیبشون بشه. دادای آقا ننه الان حاجی رو میارن. اون تو عمرش 2 دفعه رفته زیارت. یه دفعهشو رفته شاه عبدالعظیم، یه دفعهش هم رفته امامزاده داوود و سلام. آره یادمه. بار اولی که واسه دعوا رفته بود. بار دومم که نرگس از طرف مدرسه برده بودن اردو. مجیدم با موتورش رفته بود چشچرنی اونا. ولی حالا عاشقی عاقلش کرده. داره میشه عینهو حاج میرزا، مثل اونو نمازخونه با ایمون. مکم که رفته. این خریت بلبونا دیالر ایش اهل پاشو خانم. دیگه ننه پاشو رسیدن. خبر مرجش برسه. از ته دل که نگفتی نه؟ والا بله چی جورورم الله دا دل باسته. نمیخوای تو اسمندو دود کنی؟ بر بابا مرزی جون دیگه من باید برم. الان میان من اینجا باشم خوبیت نداره. باشه دست درد نکنه زحمت کشیدی ممنون. مادر خدا نگهدار. Sağ ol kızım. Allah'ın ağrımasın. Xudafız bala. Bu kız hara. O cədəm məcid hara. Bax gör bir. اینا رو با آب زمزم هم بشورن باز اصلاح پذیر نیستن. نگاه کن حاج آقا سوزون که خجالت. شما حفظ نکن حاجی واسه قلبت ضرر داره. امیر رضا سلام علیکم. خدا قوت. علیکم السلام حاج آقا. در مغازه شما چرا؟ السلام علیک یا ننه. مجید چی میشد من داخل اردمچه میمردی؟ ایشالا پا بده دور بعدی تیلیفم با شما بریم ننه. و سلامتی از مجید سلامت برفز.
حیوانه آب بده. چشم. این آب نه آب تمیز بسه بیارن. اینجوری باشه باید نوشابه براش واکنم کرده. بگی بله حیوان خره سر ببر. اما چو هست قبله؟ خوبه؟ سلام. سلام. برادرتون قبول باشی از مکه اومده. دست شما درد نکنه. عوضی حاج آقا کجا؟ باید اقلا گوسفند جلو باید بکشی. السلام علیکم یا میرزا. علیکم السلام کاکو. سلام علیکم. میرزا ببین حرفات چجوری آدمو چپرو میکنه. با یه اشاره آقا مجید ما مرد خدا شد. وقت یار شد میرزا، قبل اینکه بریم مادر اهل بیت ببوسیم بیایم پابوس شما. جات خالی میرزا، چه صفایی کردیم تو مروه، به خدا. آب زمزم آوردم بدم خدمتتون. ممنون کاکو. حجکم مقبول آقا مجیدا. نوکر شماست، بزرگیتون میرسونم. اما داش مجید کعبه سنگ نشونی است که را گم نشود. حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجا. ها کاکو یار کجا. بعد داش عباس داش جای شما خیلی خالی بودا، وسط رم جمره زدیم دهن شیطون رو صاف کردم. ان شاء الله خدا قسمت شما بکنه. جمع کنید بساطتونو. معرکه را انداختین؟ شما هم اینجا جمع نشید. برید خونه هاتون. آجیتونم الان میارن. نوکر آقایون خیلی ممنون. تشریف برین شام در خدمتتون هستیم. زحمت کشیدیم بفرمایید. برین دیگه وسطی نگاه میکنه. آقا اینه کشنهاش بیارن خونه ما شام. قیمه داره. احتیال شد چایشی. بابی کی اومده؟ داش عروس. اگه یه بار دیگه عباسا آقا مجید رفته مکه، بعد شما بگی زیارتیت قبول، بعدش شرط آقا میرزایی اجرا کرده، الان شما باید بگی عروسیت مبارک. حالت مسید صبر کن ببینم. ما با کسی شرط و شروطی نداریم. شما هم بهتر برید از همپالگی های خودتون زن بگیرید. دور بر ما هم نپلیچید. طرف حساب من میرزاست. سوقاتی مقاطی رو میدم خدمت ایشون. ما بقیه حرفا ما بزرگترا. بفهمی یا میرزا. سلام عرض کردم. سلام علیکم و رحمت الله. حال شما مبارکه. حاجی دارین؟ البته حاجیمون بیشتر به حاجی لک لک شبیه تا ظاهر مکه. داش مجید نوکرتم. داش مجید همین که تو رو از زندون آزاد کردن ها، پشت بندش جواب آزمایش منم اومد. پاکم بزن قدش. چی شد؟ خانم dedim koduktan netice'den çıkmaz. İnanmadı gör. پس که تا حالا تو مکه مهر مشهد میفروشند و جواب آزمایش میدن. خودت یه خبی. بابا میرزا من با اجازهتون دیگه میرم خونه. Ey Allah! Ya bunları öldür, ya senedele bunları öldür. Acı da şukluk, bahçeyle de şukluk. Sana kim kız verecek? Taksir o sefekçeden بود. میکشم تافتون. آخه مرتی که علاقیم چه آمر روزی بود کردی؟ این ساقاتی بود خریدی؟ یا ابو علفی تو مکه مور مشهد میفروشن؟ بابا مگه من کف دستم حجت نمیدم؟ من از کجا بدونم تو مدینه مکه مهور نمیفروشن؟ همه کسا مرکه تو کجا پیدا چون عزیز من از کجا میدونستم تو از زندان تا اینجا میخوای یه سر بری مکه بزنی بیای؟ میکشم کلانتری 10 جور پرونده داره. بچهای خودمون 100 بار سر شربازی و شرط بندی و قمار و اینجور چیزا گرفتنش. حالا کی باور میکنه؟ اونم به خاطر یه خاطرخواهی؟ گندلات محل عابد و زاهد و مسلمون بشه. چرا نشه بابا؟ چرا نشه؟ اینجا پول سراته که تو پرونده زندگی خلق الله رو رو میکنی. این همه توی مغازه و دم دستگاه و مسجد رفت و اومد کردی. ندیدی و نشنیدی که خیلی از مجید بدتراشا یه شبه هر شدن و خیلی هم از من و تو بیتراش یه شبه خر. فاصله حریت و خریت ها
همش یه نقطن. اما بابا خاطرخواهی دختر مردم که دلیل سلوک معنوی نیست، این هوسه. کجاش عشقه؟ بگو ببینم شما این رو با چه سنگ مرگی فهمیدی؟ عشق حقیقی اگه با یه خاطرخواهی هم شروع بشه بونه یه حرکت. منم که یه کلم گفتم اگه آدم شد دخترو که سهله جونم هم واسش میده. هی 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 بیزار به دلش خط بدیم بابا، نه که دلش خطی کنی. میرزا خیلی رو همین جوری جلده میره. خب بیزاریم. آسه بالاخره نگفتی حکمت این شیرینیو چیه؟ خدا رو شکر میرزا، بالاخره اداره قبول کرد برگردم جبهه. الحمدلله، خدا قسمت ما هم بکنه. سلام علیکم نرگس خانم. نرگس خانم. نرگس خانم. بابا شما اگه حرمت این فامیلی دور نبود جواب سلامت هم نمیدادم. ما چاکریم. این تن کفنشه همش واسه خاطر شما بود. تو سر بابا میرزا هم میخوای کلا بذاری؟ بابا خود میرزا شرط کرده بود سر براشه. میدونی اگه دستام میخون چه زایه بازاری میشه. پس معلوم میشه تو میرزا رو نشناختی. همون شب اول معلوم بود فهمیده چرا غیبت زد، اما به ما چیزی نمیگفت. فکر کردی از اول که اومدی خواستگاری نمیشناخته؟ هیچ از خودت نپرسیدی تو این دوره زمونه کی پیدا میشه به یه سابقه دار زن بده؟ آره با شما هم حق داری به ما سرکوف بزنی. دیگه بالاخره پای همو بهترون که میاد وسط معلومه مجید سوزوکی سابقه دار جاش کجاست. حبس که بودم یه چیزایی شنیدم باورم نمیشد. در دکون آقا دیدمش. مبارکه. اصلا نقل این حرفا نیست. میخواست بره جبهه اومده بود خدافزی. بعدشم مثل مکه رفتن تو دروغ و چاخان نبود. لابد فکر کردی من ندید ولید خواستگارم. بعد از این همه بگو مگو با عباس سر تو خوب دستمزد ما رو دادی آقا مجید. دستت درد نکنه. تا برو میرزارم تو محل بردی. هنوزم میخوای با دوز و کلک و قالتاق بازی مشکلتو حل کنی. دیگه نمیخوام ببینمت. این حاجی که از مکه با منا برگشته ماریش که رفته و مجده ها برگشته مجده ها برگشته فریده مکر این حاج مجید سوزوکی رو نخوری این خانه خراب از خدا هم برگشته ایوان حاج مجیدو ایوان. بعضیا داشتن میگفتن که شما مکه نرفتی. من گفتم خودم تو زندان دیدم حاج مجید رفت. فلک راه گوشت. چشم. سلام علیکم. چه خبرم محل باقلی؟ این یارو ماتورزاریه بود با یه جعبه شیرینی اومده بود پیش میرزا اینا خدافزی کنه بره جیپه. میگن خواستگار دختر میرزا هم هست. میرزا هم خاطر اینه خیلی میخواد. اکی شنیدی این حرفا رو؟ از ننم. میدونی ننم از مرضیه خانه شنیده بود. من از کسی خودم نشنیدم. بابا منم جای میرزا بودم دخترم به یه آدم غریبه که میدادم داش مجید خودمون. اصلا جبهه رفتن که کاری نداره. داش مجید ما مکهش رو رفته جبهش هم میره. نمیشه زر نزنیم. نه آقا بله یه دقیقه نزن همون ضعیفی ببینیم چی داره میگه.
راست میگه این کپک. اگه این پسر هزاری قاپ میرزا رو بدوزه که کار تمومه. منم باز برم جبهه. عالی شد بابا. جبهه فقط برادر حاج داشت مجید سوزوکی رو کم داشت. اگه ستان بفهمه حاج مجید ما میخواد بره جبهه میخیزه به خودی. اصلا همه با هم میریم خوش میگذره. دسته اوباش کوچه دردار خبردار. شوخی دارم باد. من فکر کردم داری بی خود فکر کردی. وقتی میگم میرم یعنی میرم. زر اضافه نزن. میگم یکی 2 ماه بریم دهات ما. آبا که از آسیاب افتاد چون میندازیم داش مجید رفته جبهه. این فیلم ها دیگه میرزا رو خام نمیکنه اما موسی. نرگس خانومم خیلی شیکاره. حساب همه چشم کردم ها. داوطلب میرم پادگان آموزشی یه کارت بسیج مسیج میگیرم این میشه سند. بعد یکی 2 ماهی ول میچرخم. دیدم اوضاع داره بیریخ میشه یه فیلمی را میندازم برمیگردم دیگه. وقت میشه چی؟ برادر مجید. تو این دور زمونه برادر مجید و نمیدونم حاج مجید خیلی توفیق نمیکنه. ایول اینم یه فیلم دیگه است. حالا با کی میره جنگ؟ حالت خوشت تو هم. حالا کجا میری داش مجید؟ میرم دنبال کارهای ازام نظام. مرزیه مرزیه مرز. آقا داداش من داره میره جنگ وقت اون بالا داری کفتر بازی میکنی؟ یعنی چی؟ شما حاضری من برم جیبه مفقود الاثر بشم برگردم با من ازدواج کنه؟ زبون تو گاز بگیر. ببین مجید ما به خاطر نرگس چه نازایی که نمیکشه. اما تو چی؟ به خاطر من حاضر نیستی دل آقا داداشم رو به دست بیاری؟ بابا من که مجید شما نیستم. مجیدم میرزا نیست. هر کسی راهی مرام خودش ایداما میکنه. مرده شور اون مرام تو ببرم. تو اساس عشقاتو هیچ بویی نبردی. خدا سرم میشه موقعیتش پیش نمیاد. خیلی خوب شما ناراحت نشو منم باش میرم ولی فقط همین دمی جیبم میرم ها تا بیخش نمیرم ها. ای ولوتی مجید سلام علیکم. خیالت راحت باشه دارم میپسمش. چیه؟ شما واسه اومدین اینجا؟ تو دیگه چی میگی؟ عملی؟ واسه داره بیاره من نگاه میکنه. اسناس. داش مجید میفهمم هر جا بری باهاتم. چه بهش باشه چه جهنم. ما چاکریم. تکبیر. سلام علیکم. تقبل الله ان شاء الله. تقلبا خوش آمدید. خسته نباش. سلام علیکم. سلام علیکم. تموم شد؟ دیر رسیدی عمو تهدیگشم خوردم باش. عجب حال توپی پیدا کردم. فقط من تقبل الله رو باید بپرسم. سوال داشت سیر میشود. آی برادر، آی عزیز. بله حاج آقا. ما؟ اون کفش انشالله صاحب داره بفرم. جونم حاج آقا. کفشای شماست؟ شرمنده. ما گفتیم تو صف عقب نمونیم. اومده بودیم بریم ثبت نام. ثبت نام اون بره. شما بفرمایید اونجا من میام خدمتتون. کفشتون رو بپوشید برید. شبیه کفش شما بود. ببخشید. شبیه دیگه بله؟ بله با اجازت. خدا انشالله همه رو به راه راست هدایت کنه. برای سلامتی رزمندگان اونجا با مایی که اینجا میخوان بریم اونجا سلامت بلند بفرست. چرا خبر شلوغش کردی؟ خدا بد نده مسجد پیداتون شده. باسا اومدیم بریم جیپه کار بعدی داریم میکنیم. شما عشق خالکوبی ها میخواین برین جبهه؟ بزنید گاراژ ببینم. جای شما همون چاله میدونه نه جبهه. جبهه خاکش پاکه. با خودمون آب میبریم اخوی نگران نباش. شما خودت 8 سال فقط نشستی پشت میز داری نونویسی میکنی. هنوز سنگری نشده که این همه گرد خاک هوا کردی داشت. تو چه مربوطه؟
هر موقع توفیق بشه و خدا به طلبه خب منم میرم. پس بشین تا توفیقت بشه. میشه. خیلی خوب شما همتون باید گزینش بشید، باید امتحان پس بدید. همینجوری الا بختکی که نمیشه که، همه چیز حساب کتاب داره. باید معلوم بشه که هر کسی چند مرده حلاجه. برید تو صف ببینم. خب حاج آقا پای اینا به خط برسه فضای معنوی جبهه رو خراب میکنن. من که میگم با 2-3 سال سر کاری همچین یه جوری دست به سرشون کنیم برن. همین تصمیمم دارم. آجا گونده اینا منم، جای همه‌شون گزینه میدم. گزینش میشن، گزینه نمیدن. گزینش میشه. خب اسم شما چیه؟ ها؟ بله این جانب بسم الله الرحمن الرحیم بایرام گودرزی، معروف به بایرام لودر. بچه ها میگن. انگیزه شما چیه؟ انگیزه چیه؟ انگیزه معنیش نمیدونم، اون یکی رو بپرس، اونو بلدم. انشالله که نماز جمعه رفتید دیگه. بله رفتم ساعت 3:04 رسیدیم، گفتن دیگه تعطیله، بره شنبه باز میکنن. خب بفرمایید که نماز جمعه نداره، تعطیل بده دیگه. گوش بده جانم. بله. بفرمایید که نماز جمعه اصولا چند رکعته؟ اصولش که ببین خدا بیامرزه پدر ما عمرش داده به شما، اون خدا بیامرز میگفت جمعات چون که آدم سر کار نمیره بونیه زیاد داره، هر چقدر بخونه ثوابش میره به روفی مردهاتون. بخونه 40 رکعت 50 رکعت هم بخونه. آقا خنده نداره چیه بابا، آدمایی هم کوزینه دیگه. داداش اینجا چی میدن؟ آب لیمو. کامپوتر میدن. اون بالاره رو میدن؟ آره بچه خوب باشه اون تلویزیون رو بهت میدن. جون ما. حاج آقا اسم منم ثبت نام کنید لطفا. اسم شما چیه؟ بیژن مرتضوی. آقای بیژن خان. خب انگیزه شما چی از رفتن به جبهه؟ برای اون تلویزیون اومدم اون بالاره. اونا مال رزمنده هاست، توی جبهه هم تقسیم میکنه. خب ما هم رزمنده ایم دیگه حاج آقا. شما رزمنده یا کفشنده؟ بابا شما روزی که ما به دل گرفتیم حاج آقا، اشتباهی شد بابا، اومدیم سریع بیاییم تو صف جا نمونیم، کفش شما رو اشتباهی پوشیدیم. خیلی خوب تو باید گزینش بشی. بفرمایید ببینم که اصولا کفن میت چند تیکه است؟ مردونه یا زنونه؟ باریکلا بالاخره تو یه خورده از اینا بیشتر حالیته. قربون شما. خب چند تیکه است؟ 2 تیکه داره، 3 تیکه داره. مگه مایه برای شنا نگاه مرده که شنا نمیکنه، فکر میکنه مایه. خیلی خوب شما اصولا مستراح رفتید تالا؟ تا دلت بخواد زیاد. حاجی خیلی هم طول میکشه، من شاهدم. نصف عمرمون رو تو مستراح بودیم. میخواستم بپرسم ببینم که وقتی که وارد اونجا میشید کدوم پاتون رو اول میذارید تو؟ راست یا چپ؟ بابا اصلا برادر حاجی شما ما رو با اینا بفرست، ما با کله میریم تو مستراح. سلام کنن آجا. موسی بکنم 3 دادی. حاجی جان نمیخوای بپرسی کفنش جیب دار باشه یا بی جیب؟ آخه برادر من این حرفا چیه؟ کی گفته برای انجام تکلیف الهی و جون دادن در راه خدا باید بدونی کفن میت چند تیکه است؟ آقا اینا که مستحبات و واجبات اولیه دینشون رو نمیدونن، آخه چجوری میخوان برن جبهه؟ چه عیبی داره ندونن؟ میرن یاد میگیرن. آخه ما که نمیتونیم تو جبهه کلاس شریعت واسه یه مش عراضه ادامه بدیم. اونم این اعوذ بالله، این حرفا کدامه؟ این بنده های خدا همین که اراده کردن برن جبهه ها از جرگه اراذل خارجن. من شما باید خادمشون باشیم، نه ای که خارجشون. وگرنه باید اعلام میکردیم یه لشکر فرشته بیان ثبت نام، نه آدمی زاد جایز الخطا. بقیه رزمنده ها و شهدهای ما هم که گرومپی از آسمون نازل نشدن، از مردم بودن. هنر همینه، کیمیاگری، یعنی اینکه بتونی از نخاله ها طلا بسازی. اینا اینقدر شیشه خورده دارن که اگر جبهه اسیدم باشه اینا ککشون نمیکسه. حاجی جان میرزا خودش پدر شهید و دلسوخته، بی حکمت ضمانت کسی رو نمیکنه. اینا فردا اعزام شد.
اینا جبهه رو به لجن میکشن، مسئولیت شرعیشم به عهده شما. به ما نگاه میکنن آقا. سلام آقا سیفی. سلام آمیزا شمایی؟ ببینم کاکو، شما به ساز دنیا میرقصی یا دنیا به ساز شما؟ با دل شکسته آمیزا، نمیشه رقصون نمیشه رقصی. برای چی دل شکسته آمو؟ عمریه با این جماعت انس گرفتم. میشه سفارش ما رو بکنی؟ سفارش چی کاکو؟ منم با داش مجیدینا راهی کنید. آخه باید یکی دست تو رو بگیره. با این چشمات میخوای بری جبهه چیکار کنی؟ آخه عزیز من، جبهه که مطرب خونه نیست بری اونجا مزغون بزنی که. حاج آقا بفرمایید. حاج آقا بفرمایید. شما همینجا پشت جبهه خدمت کنی خیلی بهتره عموجان. قبل از انقلاب مطرب کافه بودم. بعد از انقلاب توبه کردم و خودم رو به کوری زدم. البته اون موقعش هم کور بودم. عجب آدمی بودم. ناچس چش داشته دست را. تا اینکه میرزا دستم رو گرفت و آبرومو خرید. یه جایی بهم داد، منم پاتوق کردم. چشم ما روشن میرزا، ما رو تو آسین پروروندی. ما به گذشتت کاری نداریم. ملاک امروز آدم هاست. اما شما برای جبهه و رزبنده ها چی کار میتونی بکنی عموجان؟ منکریشون میکنم، شادشون میکنم. ببینید میتونم آهنگ براشون بزنم. خوبه خدا خیرت بده. نزن انقلابیش هم میتونم بزنم. همین یه قلم رو کم داشتیم که الحمدلله جنسمون جور شد. خدای عاقبت ما رو ختم بخیر. انشالله. نزن آقا جون نزن. باید باشید انشالله. حلالو میکن. نوچرتن یه خواهی نمیشد الان دریاجی. باید یه جوری جواب مردم رو بدم یا نه؟ حاجی پس دمپر گلوله و توپ و تفنگ و اینا نری. نگران نباش، تحقیق کردم تا 6 ماه آینده حمله ممله‌ای تو کار نیست. الحمدلله. نخونه دل از نه فلفلی نه قلقلی نه مادلای سه نکن. حاجی تون ماهی هم واسط گذاشتم. خسته بیجار زیاد نخوری واسط ضرر داره. حاجی با این همه کمک های جبهه وقت به من خیانت نکنی. حاجی اصلا غذایی که خودم برات گذاشتم بخور. مولودی خانم گوش بده. یه آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه ممکنه شهید بشه. ای خدا نکنه حاجی. با اینو همینجوری میگم بگو. الکی بابا جون من انقدر شلوغش حاجی این فیضو بذار بقیه ببرن. شما برگرد سایت مال سر ما باشه. آقا جلال، منزل رو میبری حضرت عبدالعظیم نظرش رو ادا بکنه و بعد میبری منزل. این ماشینم پارک میکنی، یه وقت نری مسافر کشی. بیت المال خلاف شره. روشن شو؟ چشم حاج آقا. خدا حافظ شو. ایوا حاجی خدا مرگم به دست کاری یادت رفت. قربون قد و بالات حاجی. با همین حرفا مغزتو شستشو دادن. بچه دست بردار از خر شیطون بیا پایین. این مملکت فردا دکتر و مهندس نمیخواد، فقط گوشت دم توپ میخواد. بیا پایین میری نفله میشی. یا ببین الان اینطوری حرف میزنی نمیتونم مدل خوش برم ها. راست میگه بذار بیاد گوگولی. هیچ چیش نمیشه با هواشو داریم. بفهم خانم تحویل بگیر. اینم بچه‌ای که تربیت کردی عزیز دردونه. سه نده کپک. بابا دروغ میگی، شوخی میکنه. حالا نمیشه نری مادر. خانم این کلش باد داره، هر فالیش نیست. بیا بریم بابا. بریم دیر شد آقا جان. بریم دیر شد تو ترکه. آقا مجید. برو بالا آقا جان. برو بالا. سلام آقا مجید. ما چاکریم. باز دوباره این مرزیه دنلقی کرد؟ نه تو محل همه فهمیدن داریم میرین جبهه. آره اما این بار دیگه خالی بندی نی. آره میدونم اما ای کاش دیگه اما ای کاش نداره. شرط خودت بود. خدا رو چه دیدی؟ شاید ما هم آدم شدیم. آقا مجید منتظرت میمونم برگردی.
نوکرتم به مولا. یه ذره تخمه برات آورده. اینا رو نمیشنم مرد خانم، اینا رو میذارم برای یادگاره. میگه مرد خانم بهتر نیست اول ما عروسی کنم بعدم برم تیپه. یعنی وقتی مجیدی برگردوندن من میرم جایی مجیدی پر میکنم. آها بایرام مجیدی تکویسان. چشم پس میرم، ولی خیلی دیلم پلای شما میمونم. آها بایرام بله. حاج مجید سوزوکی بفرما جبهه، بفرما جبهه همراه با حاج مجید سوزوکی. بفرما. میکشمت باقالی. لباس چشم من دود دیواسه اینجا زرزر کردن. به این خود کار مادر نداری؟ نرد نکن خدا چیزی نبود، داشتیم با هم صحبت میکردیم خداحافظی میکردیم. تو سفر کردی به سلامت، تو منو کشتی به خجالت، دیگه حرف آشتی نباشه، با تو خرم تا به قیامت، با تو خرم تا به قیامت، دیگه حرف آشتی نباشه، با تو خرم تا به قیامت، با تو خرم تا به قیامت. حالا اینجا رو داشته باشید. برو دیگه نگام نکن عاشقونه صدام نکن، برو دیگه نگام نکن عاشقونه صدام نکن، حرف تو زوره چی نکن اسیر اشتباش نکن، برو دیگه نمیخوام مگه زوره، برو دیگه نمیخوام مگه زوره. آقا بحث عوض کنید. خلبانان ملوانان به امید فخر ایران پرواز کن، پرواز کن. خدایا جبه‌ها را از لوث وجود اشرار اراذل و اوباش مسون بدار. اوه بچه اوضاع خیت صاحب شد. بس از شرارت. مگه شما ستون پنجم دشمنی؟ چرا خودتی ناراحت میکنه بابا؟ حاج آقا خونیتی جسیم نکن. برادرها هرچی نواری درخواسته هرچی میل داره بگه تو اجرا کن. نگه دار این اراذل و اوباشو برید. برو بریم. خجالت بکشید. آخه این اشعار مبتذل مزخرف چیه که میخونید؟ بترسید از روز قیامت که میله داغ بکنن تو اون حلقومتون که انشالله دیگه صداتون در نیاد. آمین. شما بفهمو من خودم درستش میکنم. بچه‌ها فیکلو بکشید پایین. شب چهارشنبه است برای غافلگیری اموات صلوات. تو هم بلند شو جلوی این مظاهر بیدینی یه تکونی به خودت بده، یه عرض اندامی بکن آخه. یاران چه غریبانه، یاران چه غریبانه، رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه، یاران چه صلی علی محمد. مخلصم حاج آقا، التماس دعا. محتاجیم به دعا. یه دعایی برات بکنم که فرشته‌ها رو دست ببرن تو بهشت. حاج آقا تقبل الله. چی داری بجنبا وگرنه الان سخت. حاج آقا سلام علیکم. خوب شد نگه داشتین و الان نمازمون قضا میشه. حواسشون باشه تا اینجا نمازشون شکسته است. حاج آقا اون پسته تخم آجیله چه میشن؟ نماز اتفاقا کاملش خوبه، هر کی بخونه خدا میگه دمت گرم. منظورم اینه که از حد ترخص که گذشت نماز 4 رکعتی شما میشه 2 رکعت. مؤید باشید انشاءالله. خواهش میکنم شما هم مؤید باشه. تلخص نوکرم بچه محلای گل. با اجازه. این بزغاله بچه محل ماست؟ بچه محل مای بزغاله؟ آره با من یادت نمیادم بچه واسه تلویزیون ثبت نام کردم آبلیمو. همون مردشون هست دیگه، گوزی نمیکنه خودش اونجا. حالا فرمایش. ایشا آنم دوره هم صفا کنیم دیگه حال کنیم. بلند شبان اکبر. حاج آموسی بشین دار شال تو. کوچیکتا. با اجازه. بخور ها، نهارشو بخور. توجه فرمایید. شنوندگان عزیز،
توجه فرمایید. بر اساس بفرمایید ثبت خودم. رسیده رزمندگان پرتوان اسلام شب گذشته عملیاتی را در منطقه جنوب آغاز کردند که تا منمون زورد در شد. جریان اخبار فهمیدن ما اومدیم میخوان حمله نونی آغاز بکنن. آخه چیزی داشت مسجد همینی به کشتن داده. آخه این دختر قطعه بود، این دختری گرفتی. بگی کوف کن نجه گلوت. دیگه نشده میتونی برگردی. حاج آقا گفت استخارت سالب در نیمده. من خر گوش نشد. جگر عشق نداری سفر شیر مرو. حالا نمیخواد شما شعاره بکنی برای ما. همون سیفی بگو چند تا چایی بیاره. چشم آقا مجید. چی شده همون؟ خیلی به خودت میکشی. چیزی نیست. یه خورده سرم درد میکنه. سیگار میخوای بهت بدم؟ سیگار به چه دردش میخوره؟ بیا بابا جون، دوات پیش خودمه. ببین از مرز گذشته است. خب ببین یه ذره میزی تو چایی هم میزنی تلخه میخوری ولی زود خوب میشی. فکر نکنی ما اهل نه ممنون. زخم پهلوم اینه ها بودیم. چشم خواستی بازم بیارش کنم. میرم بیرون قدم میزنم حالا خوب میشه. سلام برادرها. سلام عزیز مامانی بفرما. انتون خودتو کپک. آقا حسن شما خارج بودی چی میخوندی؟ من چون از کودکی خارج بودم همونجا پزشکی خوندم. رفیقمون دکتره. دکتر بزغاله به من نیشه تو. آمپولم میتونی. منم بار اولم میام جبهه. برای من یه عالمه سابقه دارم ها. راست میگی؟ آره کاستتو بیار ماست بگی. نه ممنون. من الان میل کردم دستون درد نکنه. من فقط اومدم خدمتتون چون من راستش بخواین از به شما خیلی خوشم اومده. چی میگه؟ ادبیاتتون. من میخواستم بگم که اگه بشه من بیام تو گروه شما. داداش همینجوری الکی که نمیشه. قربونت برم شرایط داره. اولندش باید مثل ما بچه محل اینا باشی. دومندش باید تاس بریزی. اجازه بده بفرمایید. اینم تاس 1 تا 5 هم بیاری قبول نیست. بگی برید ببینم. این که خیلی سخته. بعد اون وقت اگه 6 بیارم چی میشه؟ 6 بیاری جایزه داره. جایزش اینه که دوباره باید بریزی. خیلی ساده بود. بابا نشستیم با این دوچیه داریم برمیریم الان جا موندیم دیگه. چیکار کن؟ حالا میرین همشون جهید میشن ما نمیشیم. چیکار باید بکنیم؟ کی برمیگرده؟ اینجا هم که تاکسی رد نمیشه. تاکسی بگیریم بریم. حمید رسول. حمید جان آمار ما 291 پرستوه. این که با لیست ما نمیخونه. مفهوم شد تمام. 6 نفر کمه. اتوبوس‌ها همه اومدن پس کجا؟ حاج آقا این نیروهایی که آوردین کمه. یحتمل همون اراذلیان که توی قهوه خونه جا موندن. همون بهتر که نیومدن. همون بهتر که نیومدن. منظورت چیه حاجی؟ اینا اهل جبهه و جنگ نبودن که. فکر کنم ترسیدن برگشتن. این صدا چیه؟ جلال خالق اینا دیگه کیه؟ خود ناکسشونه. بدبخت شده. اینا اینجا رو از کجا پیدا کردن؟ کجانیم بحثی هم باشون بحثی سیاسی کنیم و بعدم داغونشون کنه. وایسا داداش اول بعد این یارو پیریه رو داغون کنیم. بیا پایین بیا. نه خودشه. بیارش پایین. ما رو جا میذاره. ما رو خیلی کارش نکن. ها؟ کار میکنی؟ بزنم تو دهنت که بگار بگید پس بچه بیایم برگردیم حمله کردیم. خبر اینجا چیزی نیست جناب سروان. تصفیه حساب شخصیه. شما بفرمایید. من جناب سروان نیستم.
دیگه هم تکرار نشه. اینجا پادگان نظامیه، خونه خالتون نیست که هر کاری دلتون میخواد بکنین. مفهومه؟ با اجازه. این رئیس جنگ یا اول فست دردم زیاندی. بچه ها بیچاره شدم، هممون رفتم حبس. صاحب ماشین اومد. به 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 به، رسیدن به خیر. زحمت ماشین ما مفتاد گردن شما، با ما هم بله. اختیار دارید آقا آقا، با شما نخیر. این ماشینم صحیح سالم خدمت شما، فقط یه سره شده دیگه، سویچ نداره، درش هم قفل شده. حاج آقا این نامردا وسط جاده ما رو قال گذاشتن، همه شاهدن. اتفاقا بنده و همه رزمنده ها در اتوبوس شاهد بودیم که اینا هر عمل قبیحی که دلشون میخواست از خودشون بروز دادن. چه عرض کنم والا. حالا عصبانی نشین، الان که شبه، باشه صبح یه فکری براشون میکنیم. جفتا بده میان. نه این 22 جفتا بده من بابا. 22 همون جفته دیگه. بریز نواتون. یه دونه سیگار. خیلی خوب، حالا هم میریزم اینا. خال. آره بابا چی خال. جفت شیش. آقا کجا این شیشه؟ این یکه. جفت شیشه میگی. حداقل یه پک از سیگار خودم بده بزنم. بیا. سلام علیکم. سلام علیکم. میگم نسناس چه دسته چغری هم داره، نزوش حال اون راننده هر همچین شاد میدن. آره تیریپش هم اصلا به این بچه ها نمیخوره، خیلی هم مشکوک بزنه همونسی. بذار یه پک دیگه بزن. سلام خبیر. دست درست. کوچولو تو واسه چی اومدی جبهه آخه؟ به خاطر خاطر خواست شده. نه به خاطر بپا لالت دنیا نری بابا، خدا شفاعت بده. آره خدا. بزغاله سر به سر این بچه نذار، خدا رو خوش نمیاد. چیزی نیست، رزمنده، بذار بخنده. نباتش کو. چقدر بچه مچه ریخته تو این جبهه همونسی، اینا که بخاری پا نمیشه. آره جون تو، ما واسه خودمون میومدیم جنگ و کنتراتی برمی‌داشتیم، تمام میکردیم برمیگشتیم. بابا ما نیومدیم جبهه بجنگیم که، ما اومدیم اینجا داش مجید ما یه چند تا عکس بندازه، ببر نشون میزه بده، بلکه بختش باشه. جون ما میخوای بختت باز شه؟ خب بذار خودم برات یه فال بگیرم ببینم بختت باز میشه یا نه. یه شیتیل مشتی درار بذار روی این، بذار رو کارتا بگی. دمت گرم بابا. اوه بایرام کدوم گوریه این؟ نمیدونم والا. آقا سلام علیکم حاج آقا، خسته نباشی. نوش جان، گوارای وجود. خجالت نمیکشین شما؟ آخه این چه بساطی راه انداختین؟ چیه مگه حاج آقا؟ شما آخه این جبهه رو به گند کشیدین که. اون یکی که اینجا رو کرده مطرب خونه، اینا که کردن اینجا رو لات خونه، این یکی که اینجا رو کرده شیر کش خونه، تو هم که کردی قمار خونه. آخه جمع کنید این بساط فسق فجور رو. آخه جمع کنید اینا رو، اینا هم جمع کنید اینا رو. ماست. فردا انشالله تکلیفتون روشن میشه. یه دقیقه هم نمیشه. شاسوخ یه عکس بگی بچه ها، اینجا رو نگاه کنین، عکاس باشی رو آوردم. یه عکس یادگاری تو تهران خیلی به دردمون میخوره. برادر اون آرپوزی رو بده من. زود باش رفت. خب آماده ای؟ سب کن جام نخورید؟ برو بریم. همه بگیم چی؟ خوش بر. هنوز که شما خوابین که. بلند شو. بلند شو. چی شده؟ حمله کردن؟ از اونه عزیز من، از اون. از کدومه؟ حرف دهن منو باز نکنه. بلند شو، وقت نمازه. پشو. پشو آقای امیرخان، آقای سوزوکی. بلند شو باقجون، بلند شو باقجون، بلند شو نماز تو بخون. ما خوندی باجا. کی خوندی؟ همین 2 ساعت پیش. عزیز من تازه دارن از اون میگن. خب دیر میگن حاجی. بلند شو بایرام پشو. از آقا تقبل الله، من غذاشو میخورم از آقا. بلند شو ببینم، بلند شو بخون. آقا مصطفی پشو. بلند شو امیر دودو پشو ببینم. هر وقت حمله کردن منو صدا کن، کاریت نباشه. لا اله الا الله. همیشه عزیز خسته نمیشه، امام تنها نمیشه، عزیز خسته نمیشه،
اینا به درد اینجا نمیخورن. یا جای اینا اینجاست یا جای من. دیشب همه شاهد بودن چه علم شنگه‌ای به پا کردن اینا اینجا. بفرمایید ببینیم توی بساطشون چه چیزایی هست. حاج آقا بنده به شما توصیه میکنم که بالا غیرتاً برای اینا دیگه ریش گرو کار اینا از این حرفا گذشته دیگه، کارشون منکراتی شده. توی وسایلشون آثار لهو و لعب و نمیدونم قمار پیدا کردن. غیبتشون نباشه، بنده دیشب با گوشای خودم شنیدم که دور هم جمع شده بودن صحبت شاه و بیبی و خاج و گیشنیز و شنبلیله و اینجور چیزا بود. یعنی موردشون سیاسی بود. آره حاج آقا با من بله. شماها دیگه همه رو کلافه کردین. به نظرم برگردین تهرون بهتره. اینجور کارها در شأن بچه‌های رزمنده نیست. اینا تو خط فکری ما نیستن. یه کارنامه است. آخر کرم خودت ریختی کمالی ها. درست حرف بزن. اینجا چه پس؟ چالا میدون نیستش که. یه داری تون میری مشتی. به چیت می‌نازی؟ یه من ریش؟ به ریش نیست که به ریشه است. به ریشه است. ولی ریشه شماها توی آبه نه توی خاک. وگرنه این 8 سال کجا بودین؟ داشتیم برای شما دعا میکردیم. احتیاجی به دعای شما نیست. هری به سلامت. خودم گوشش از این حرفا پره. یه مش عملی چشچرون اومدن جبهه. چی گفتی؟ دوز خودتی. چی چشچرونه؟ دیگه بریم بیشتر از کپانو در خلافشون تیغ تو رو اونایی بکش تا به کشورت حمله کردن، نه رو خودی. بریم بینیم بابا. ما چه تکلیفمونو نوشتیم، دیروزم عکس یادگاریمونو گرفتیم. بنده از اون ابتدا گفتم که این آدم بهشون نیستن، نه شما زیر بار رفید نه آموزه. ما تکلیفمون رو ادا کردیم، دیگه تصمیم گیری با فرمانده هست. برای سلامتی آقا یک کف مرتب صلوات بفرستید. الله. میبینم که باز گرد و خاک را انداختیم. حاجی اتفاقا داشتیم گرد و خاکا رو میخوابوندیم. اشکال شهری که نره. چه از کنم بنده؟ حاجی جبهه که میگفتن این بود. نخواستیم آدم شیم با زد زیاد. سلام مرد خانم، شمایه؟ بایرام رسیدی؟ جیبه دیگه مجه نمیبینی صدای تونک مرزیه؟ ایا مجدی بهش بگون جلو ملوها نره ها. ننمه میگه به بایرام بگو اون جلو ملوها نره ها. بهش بگو مجه دست ماست، نخواهیم بریم من میبرن رومون جلو. آقا بایرام بله اگه اونجا یه وقت شربت چیزی بهت دادن نخوری ها، میگن شهید میکنه. چی؟ شربت چی هستی شهید میکنی؟ نو بابا. با کی حرف میزنی باقالی؟ آقا میرزا گوشی رو بدیم مزید حالشو بپرسن. الو عوضی باش پایزه. سلام علیکم. بفرمایید. آقا مجید خودتی ناراحت نکن، میرزا که اینجا نیست بدونه ما رو اخراج کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه آب لیمو صلواتی. بده بابا. داش مجید نخورن ها. مرز خان نه، ما یه فامولی داریم، تلفن کرد گفت هیچ وقت از این شربت ها تو جبه نخورین شهید میشه. بارا ببینیم بابا حالا خوش. اینجا همه چی صلواتی میدن، حیفه بریم خدا وکیلی. بریز یکی دیگه. ای بابا من میگم نخورین، شما دوتا میخورین. بله میکنم بابا. اگه دوتا بخورین مفقود الاثر میشین آقا مصطفی. شما چه تعشو میخوری آخر شهید. راست میگه. آقا سلام. سلام حاج مجید سوزوکی. درست دارم میبینم؟ شما کجا؟ اینجا کجا؟ دنیا خیلی کوچیکه داداش نه؟ بله. مشتی بهتر شدی؟ ای بد نیستم. بفرما بزن. نه نمیخوام. نه تا سیگار نیست. شما ها مگه هم دیگه رو میشناسین؟ بله ارادت داریم خدمت شما. تو را که از تهران می اومدیم با هم آشنا شدیم. خوش به حالتون. شما زود رسیدی به تو ماشین دادم، ما دیر رسیدیم بابا چپ افتادن بیرونمون کردن. شما تو گردن ما این؟ من نه، من چیزه توی آشپزخونه لشکرم. فکر کنم برادر مرتضی تو گردن شما باشه. آشپزی؟ اما قابلمه بس خورده تو سره.
حالا خدا وکیلی جبهه اومدنت مثل مکه رفتنت نباشه. نه داداش، این دفعه راست ساکیه. دیدیم قیاف ما که به این حرفا نمیخوره. گفتیم 2-3 هفته بیایم دور و برای فر بخوریم. بلکه میرزام خیالش راحت شد که ما آدم شدیم. بله من که با جبهه مپ شما کاری نداشتم. جبهه ما؟ خب آره دیگه. ما که اطیلی به شما نیستیم داش. آها. یعنی مملکت مال شماها نیست؟ بیا. داش مرتضی. سیفی جان بیا. هوای رفقای ما رو داشته باش. خلاصه یه جوری وساطت کن که مهمونت باشه. چشم. اگرم مشکلی بود بگو من بازم این یارو کمالیه گیرش بعد تو سپیچه با سفارش آشپز کارمون راه نمیفته داشت. ببینم سید مرتضی تو خودت اینا رو میشناسی یا کسی در مورد اینا سفارش کرده؟ حاجی جان جبهه همه جور آدم به خودش دیده. شما که ماشاءالله سرد و گرم روزگار چشیدی برادر من. بله حاج آقا، ولی اینا دیگه واقعا نوبرن. داش مشتی و لوتی تو جبهه داشتیم، همین گردان بغلمون از این تیپ آدم پره، ولی اینا آقا جان انسان‌های تارک و سلات دین و ایمون ندارن. بنده به زرس قاطع عرض میکنم، البته غیبتشون نشه، بنده با 2 چشمای خودم دیدم که هیچ کدوم برای نماز صبح بیدار نشدن. بنده هرچه تلاش کردم افاقه نکرد. یعنی تالا نشده هیچ کدوم شما نماز صبحتون قضا بشه؟ نشده؟ حتما نشده آجا. آقا چه دخلی اونا به ما دارن آخه؟ برادر من دین و جبهه برای اصلاح همین آدم هاست. این که بیرونشون کنیم و آدم نمیشن حرف شماست نه حرف دین. یهو بگو من ازشون بدم میاد خلاص. چرا به نام دین باهاشون برخورد میکنی بنده خدا؟ حاج آقا شما به بنده اجازه بدین من خودم شخصا مسئولیت همشون رو به عهده بگیرم. اگر سر به راه شدن فبه المراد، اگه نشدن اصلا خودم باشون برمیگردم. از این تضمین بالاتر میخوای حاج آقا؟ نمیدونم چی بگم. باشه اما 3-4 روز بیشتر فرصت نداری ها. میتونی تو این 3-4 روزه سر براشون کنی؟ امید به خدا. یا علی با اجازه حاج آقا شما رو هم اغفال کردن ها. اینا که یه عمر آدم نشدن، این 3-4 روز هم روش نکن. آقا نزن. بشم خدا حرکت کن. بلند شو بیا بیرون برادر. بلند شو عجله کن بیا بیرون. بزر با بشم بوتیهای 20 آن خدا حرکت کن. بشم برپا. بشم چیزی نیست که الکی داشمندی تو چلیتم خواهرزی نکنم. بزن ما برچن. داشمندی من با خواهرزی باشم کنم. بزن ما برچن خدا بشینم برپا. بشینم بابا هر چی زده بودیم پرید. حرف نباشه. برپا بشین. نزن بابا. برپا بشینم الان زن گرفتن چی بود؟ چی به رفتن چی بود؟ برادر سرک بودم بذار ما برگرد برادر باشد. بشین بشین برپا. بشین برپا. بشین برپا. اینجا جبهه هست، خونه خاله نیست. هر لحظه باید منتظر یه حمله و شبیه خون باشین. نه کی بود هستن؟ بیا بیرون وگرنه گروهانو تا صبح سینه خیز میبرم. بیا بیرون. بلا شک یکی از همین اراذل بودن. من بودم آقا. تو دیگه چرا ماشاءالله ناامیدم کردی. دور اردوگاه سینه خیز میری تا بهت نگفتم وای نمیسی به جام. بله اونایی که جدید اومدن خوب گوش کنن. از این به بعد کسی با زیر پیرنی نمیخوابه. دستمال یزدی رو فراموش کنین. سیگار کشیدن ممنوع.
همه چیز که ممنوعه. پس بگین یه بار از چی بمونیم. هر کس نمیتونه یه قدم بیا جلو. چشم. حاضر تقبل الله. خداحافظ، ما رو حلال کن. بچه ها خداحافظ. برو گم شو سر جات. ها؟ بابا زورکی که نمیشه به آدم شربت بدم بخوره شاقه. مرتضی راشون بنداز. چشم حاجی. گروهان در اختیار خودشون. زهلم تلکوندی همه چیزمون نزبه برده تازه میکرد در اختیار خودشون. چیزی داش مرتضی این پسره که کمالی تنبیش کرد گناهی نداشت بنده خدا. همش تقصیر این بزغاله ما بود. بله خودم فهمیدم. کارش خیلی درسته. چیش درسته؟ هیچی ولش کن شرط بکنم. کل گروهان یا الله یا الله ها بکوب و فقط بگو یا الله یا الله یا الله ها بکوب و فقط بگو یا الله یا الله یا الله. حاجی وجود اینا نظم گردان رو داره به هم میزنه. تو رو خدا نگاهشون کن. گیوه هاشون و دکمه هاشون و انگار اومدن چاله میدون نه جبهه. عجله نکن حسن جون، حالا یه چند روزی فرصت دارم. تو این مدت سید مرتضی شاید تونست سر براشون. میگم من باید حال این چقدر رو بگیرم. باش میگم اونجا خیلی کود بود. من پولت دادن؟ چیزی نیست. خدا با تو زیاد تکون نده. شکسته؟ نه نشکسته، از جاش نمیده. تو ادامه نده. باشه دارش. شرمنده داده شرمنده. نارنجک 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 ضد نفر. برای جنگ‌های نزدیک پاکسازی سنگرها، زره‌پوشا، خودروها. نگاه کنید 40 تا تیکه روش هست. یعنی وقتی منفجر میشه 40 تا ترکش میاد طرفتون. پس خطرناکه. اصلا باش شوخی نکنید. خصوصا این حلقه رو هیچ وقت نکشید. تو دستتون میگیرید و بعد حلقه رو میکشید. برادر نکشی ها. نترسید. تا وقتی این ضامن توی دستتونه و رها نشده هیچ اشکالی پیش نمیاد. اما به محض اینکه این ضامن رها شد فقط 3 تا 5 ثانیه فرصت دارید که پناه بگیرید. خب مرد عمل کیه؟ من بودم ترک کردم. باش مجیدم میدونه تو زندان. خیلی خوب دیگه مزه نریزید. حسین جان بیا تو پرتاب کن بقیه یاد بگیرن. چشم. آقا معلم پخمتر این بابا پیدا نکردی؟ چطور مگه؟ بابا این بچه زبونش میگیره تا بیاد یک و دو رو بشماره 3 میشه دهمنمون سرویس همون. خیلی خوب یکی از شما امتحان کنه. بایرام باشه کار خودته. ها ببین مزید قلیمو هم من میخواستی امتحان بدیم این داختی کردن. بیا نترس شاید یه روزی به دردت بخوره. میبریش اونورتر پرتش میکنی.
آشنی نداشت. سر کار با شما رو داشت؟ درس مردشناسی بود. مردونگی به سیبیل و گردن کلفت و ادا اطوارای این شکلی و دستمال یزدی نیست. توی جبهه ها مثل این مرد زیاد پیدا میشه. چند تا داوطلب میخوام بریم پشتیبانی وسایل بیاریم. کوچولو تو اگه تو محل دمپر ما بودی لات خوبی میشدی همون. برافو داش مجید و ایوان لوکی پاشا شیتیلا رو جمع کن. بله ببخشید آقای مجید چیتیلا رو من 2 نخ سیگار شیتیل بعد بدن اینا. باش جمع کن. شیتیل دیگه بابا بی سوار. بذار مالیتا رو من میدم. بیا این 2 نخ من نیستم. یا الله یا الله. سلام علیکم داش مرتضی. آقایون سلام علیکم. اینجا سیگار ممنوعه. مگه پام بنزینه؟ نه خیر. منطقه نظامیه. خلاص کن. خب شما چیکار میکردین؟ تمرین قوطی اندازی با دستمال یزدی. خب وقت نماز اگر صلاح میدونید با هم برادر بریم نمازی رو مرتضی ما تو اینا فقط سابقه نماز سماحت داریم. اینا هیچ کدوم نماز بلد نیست. خب چه اشکالی داره؟ اگه شما قول بدین که تیراندازی با دستمال یزدی رو یاد من بدید، منم قول میدم نماز یادتون بدم. ایول داشت نوکرت هم هستم داش مرتضی. ببین داداش اول باید خیسش کنی دستمال تو که شق صدا بده. نه اول باید خروس نیت داشته باشی. ببن فک تو. بعد اینجوری میتابونی میشینی رو 2 تا پا نشون میگیری زارت. این زارت خیلی مهمه مرتضی. زارتش باید در بیاد. بزن دست درد نکنه. نه زارتش قم بالا ایول دشمنی رو ایول دشمنی رو ایول دشمنی رو تقبل الله حاج آقا جیرینوف. میبینم که درس اخلاق آقا مرتضی داره جواب میده انشالله. ایشون اومدن شما رو اصلاح کنن، خودشون دارن اصلاح میشن. خداوند همتون رو با هم محشور کنه. گفتم اگر شرط بندیتون تموم شد صلاح دونستین گاهی اوقات یک نمازی هم به اون کمر ساب مردتون بزنید. خواهش میکنم. بچه‌ها اینجا دستمال یزدی قلاف تا تهران. اینجا باید یاد بگیرین چجوری برجک بزنید. پرید لا اله الا الله. آخه این صور قبیحه چیه رو دستت کشیدی؟ آدم رو دست خودش خلاف شر میکنه؟ شرمنده حاجی، یادگاری دوران جاهلیه. خودم هم که نمیتونم کارش بکنم. مسکرین خودت پاکش کن، خاکش کن. بچه‌ها فاصله نندازید، مستتون رو بکشید. اون بسته که میکشن. ببند در گالا رو کپک تو. سش شد تو باره. از این به بعد هر کسی حرف بد بزنه فوش بده جریمه داره. جریمه‌ش هم یه نخ سیگاره. سقفای گیرینوفو جون میده واسه زیر باقالی پلو. حاج آقا تقبل الله. پاشو بریم باز کنم. حاج آقا بفرمایید. شما نمیای نماز؟ سلام علیکم حاج آقا. صف شده با عزتون. چی؟ خره اونی که صف میکنن قضاه. حاج آقا منظورش اینه تشریف اون اهدا بکنن. ما هم الان داریم میریم تشریف این اهدا رو. بریم اهدا. با اجازه. میبینید حاج آقا؟ عجله نکن برادرم. سیگار رو بیام. کریم سوسکه. کریم. داشت کریم. نه کردم داشت کریم. کوچیک کن. چطوری؟ اشتباه گرفتی برادر. بابا من بیژن قالپاق داداش جواتی. که برو سر آموزش دارم. کریم یادت رفته؟ ما بچه شد معرفت برو نیروها رو تو ماشین جا تان بیار. بابا مثل که ما رو یاد رفته بود. نه چی میگی تو؟ کریم سوسکه کریم سوسکه. اینجا دیگه جبهن او کریم سوسکه مرد. ما دیگه نمکگیر جبهه شدیم. حاج کریم استیدش رفتیم بچه شد. اینا کیه؟ اینا رفیقای ما نمه. امیر کپک داش موسی عمو سیفیجاد اونم مجید صدوکی اینم باقالی.
دیدم از قیافشون معلومه جبهی نیستن. حاجی شدی با حاج کریم حواست باشه. نوکرتم. حاج آقا با شما کار دارم. حاج آقا بیسیم داری؟ خیلی نوکرتم. التماس قربونت برم. یا علی بیشن نرنجک رو بده. دستمون عادت کرده. خودت اصلاح کن. اصلاح کنم؟ ای بابا دیروز صبح زدن. هر کی به ما میرسه میگه اصلاح کن. بدو زهر مار امننه. آقای مجید فوش دادن، الان سیگار میتونین بگیرید. عمه که فوش نیست، فوشای چیزدار فقط حسابه. دو کی؟ فوش دادی بابا چیز بس اولش باشه. بابا مثل ببند دهن تو. این ولش کنی یه باک سیگار. فکر نمی کردم که به قولتون عمل نکنید. رسم لوتیگری اینه؟ صاحبش اومد. جمعش کن خیسکیته جمعش کن. شین میم ره. کی میدونه یعنی چی؟ شوش مولوی راهن. خوب به این عکس‌ها نگاه کنید. اون وقت از وحشت شوش و مولوی و راهن رو سرتون هوار میشه. خون یا علی، عامل اعصاب، تاول، بوی بادوم تلخ. ببینم تا حالا این چیزا به گوشت خورده؟ این چه جنگیه؟ این که نامردی عمو موسی. وجود دارم بیام وایسن رو در رو دعوا کنم. خوب گوش بدید. شما 9 ثانیه بیشتر فرصت ندارید برای اینکه اینا رو بزنید روی صورتتون. اینطوری. فقط 9 ثانیه. یه نفس اضافی کافیه که زمینگیر بشید. پس بشمار 1 بشمار 2 بشمار اشین ارپا اشین ارپا یلا. سلام بفرمایید. خودشون هستن حاج آقا. سرهنگ محمود شرافت. جناب سرهنگ، اینجا هم دست از سرمون بر نمیدارید ها؟ شما افتخار ارتش هستید. جرم که نکردم سرهنگ، داوطلب اومدم جبهه. اما برادر محمود، این رسته در شأن شما نیست. شأن؟ همه این بچه ها ستاره هاشون توی این آسمون از ستاره های رو دوش من بیشتره. خدایا خیلی ممنون، زحمت نکش، خودم پیدا کردم. آقا شیمیایی مگه نهد بو بادون تخت بده؟ بله این فکر کنم جدیده، بو باقالی میده. بزن ماسکو. خدا لعنتت کنه بایرام. آخه الان وقت این کاراست. بریم بابا، این بایرامه. من فکر کردم اونا زدن. خودم هم حمید رسول. حمید جان وضعیت. حاجی وضعیت سفیده. عامل شیمیایی نزدن که. یعنی چی؟ کی اول اعلام کرد عامل شیمیایی زدن؟ الان معلوم میشه.
کی به شما گفت ماسک بزنید؟ کی برای اولین بار گفت ماسک بزن؟ آقای بیژن بزغاله آقای بیژن نیستن. بیاین بیرون. بیاین بیرون. آقا بیژن گفت که من یه کار کردم، اینا گفتم بزنن که مریض نشه. سلام علیکم. سید مرتضی تحویل بگیر. نیروهایی که میخواستی تربیت کنی تحویل بگیر. کریم با نیروهاش تو محاصره داره طرف میشه. اینا یه گردانو به مسخره گرفتن. حاجی دیگه قابل تحمل نیست. دیگه نمیتونم اینجا بمونم. تحملشون دیگه سخته. اعصابش ضعیفه ها. سید مرتضی مهلت دیگه تموم شد. دیگه از دست منم کاری بر نمیاد. شما هم دیگه شورشو در آوردین. اینجا جای اینجور کارا نیست. وسایلتون رو جمع کنین برگردین تهران. اخسون حاج آقا هم گفت بریم تهران. تشریفمون هم چی ادا کردیم دیگه. بریم. چیه؟ بدهکار که نیستم هستم؟ میخوای من تنبیه بشم؟ نه حسن آقا، اگه قرار کسی تنبیه بشه منم. البته اگه قرار کسی اخراجم بشه بازم منم. نه تو برای چی سید؟ حاج آقا حکایت من حکایت اون کسی که اومده دیگران آدم بکنه اما هنوز خودش آدم نشده. من اگر آدم صالحی بودم خب اینا رو درستشون میکردم. عیب از منه نه اینا. برادر کمالی چی کار کنم؟ میخوای بخیزم؟ کلاغ پر برم؟ چی کار کنم؟ تو رو خدا کوتاه بیا. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ مگه ندیدین چی کار میکردن؟ البته که جبهه اومدنشونم اثر بهونه است نه تکلیف. چی کار باید میکردم؟ حاج آقا شما یه چیزی بگید. بشینن برپا بشینن برپا بشینن برپا بشینن برپا بشینن بابا ایول دارم برپا باز خاطر این بزغاله و باقالی دارن تو اون پس میدن. برپا بشینن 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 حمید کریم اما کجایی شما خط شکسته پس شما کجایی؟ کی میخوای بریزی خب؟ کجایی شما؟ اما یه آتش یه چیزی بریزید همه بچه ها پریشایی بشن کور کنو طرف ها چی میگی؟ سرعت نمیشه با کریم به بچه ها بگو مقاومت کنن فردا صبح نیروها میرسن. بابا یه خط آتیشی یه چیزی بریزی اما یه خط آتیش یه چیزی شنیدم مهمون نوازای خوبی بودین. محبت از شمشیر و تازیانه برنده تره. این رفیق خودمه با من کار داره. بذار یه چیزی دارم بابا بتمک سجاد یارو فرمانده پرمانده است. بابا یه قرص مسکن میخوام بهش بدم. خر خودتی حالو. این یارو از اولش هم تریپش به آشپز نمیخورد. ما رو فیلم کرده بود ناکس. مگه معصوم به اون مست لایعقل که عبا رو صورتش انداخته بود تا حضرت نبینتش نفرمود در هیچ صورتی روتون از من برنگردونید؟ همینه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. برادرها دلاورا امروز روز شماست.
و جنگ در حساس ترین شرایطشه. تمامی کفر در مقابل حق و حقیقت سفارایی کردن. کجا آن رستم دستان و سیاوش و کیکاووس تا ببینن شیر بچه های حیدر کرار چطوری بدون گرز و تبرزین و رخش شاخ قول استکبار رو شکستن. دیشب بمبارون شدین، میدونم تلفات دادین، خسته این، خبر دارم، اما همرزماتون تو محاصرن. اونا بعد از خداوند چشم امیدشون به همت شماست. امشب به یاری خدا به طرف خط حرکت میکنیم. هر کس شب قدر و روز انتخابی داره. وقت انتخاب شما هم فرا رسیده. اونایی که حیدریان یا علی ایوالا دمتون گرم. تا صبح به خاطر ما بیشی باشه رفتین دیشبا. ما یه سری لوازم شما رو تو این مدت پیدا کردیم، گفتیم قبل رفتن بدین ببرین اینا رو. این مال توئه مثل که این ضبط صوت شما هم سنای یادم همیشه گوش می‌کردی. تو چی کار می‌کنه؟ این تو چادر افتاده بود تو ساکت بود. بفرما. این مال شما. مال منه بابا. داکی کرمت. وای مرسی آی بزغاله، من پوستم خشک خوش بود. اینم مال توئه. با مخلصم آنچه گیرینو آقا این تسبیح شما، اینم ساعتی که گم شده بود دیگه. ما رو حلال کن شهید شدی، ببخشید. کفتاتو پیدا کردی؟ بله بله پوتینه اینا. اینطور که شنیدم شما عکساتون رو گرفتین و کارتون با جبهه تموم شده. حالا که همه بچه‌ها دوست دارن شما اینجا بمونین، تصمیم با خودتونه. میتونین برگردین تهران، میتونین هم با ما بیاین و تو عملیات شرکت کنین. من که خودمو بمونم، برای این دعاشمون بدجوری شکاره. کمالی با من، شما تصمیم خودتون رو بگیرین. ولی یادتون باشه از اینجا به بعدش دیگه بازی و شوخی نیست، جنگه، مرد میخواد. حاج آقا درست میگن، دیگه از اینجا به بعد خطرناکه. مجبور نیستید بمونید. آقا مجید، من فکر میکنم تا اینجام که موندید به مرادت رسیدی. منم یه نامه برای آقا میرزا نوشتم که نه، نامه پا من نمیخواد داش مرتضی. به خیالم اینجا یه چیزی گرفتارم کرده. تا حالاش باز خاطر میرزا و دخترش اینجا وایسادم، اما این بعد باز خاطر دل خودم. دیگه هم آخه نره داش مرتضی. مگه تو خودت نگفتی این مملکت واسه هممونه؟ من دختر میرزا رو بدون این آب و خاک نمیخوام. حاجی پابری تا آخرش با هستم. عزیز من چند دفعه استخاره میگیری؟ تو که پدر منو در آوردی با این استخاره گرفتنه. ماشاءالله جانی رو نگه دار. ببخشید مردم، به ما گفتن استخاره بیان پلو شما دیگه. شب کن ببینم. جالب نیست عزیز من، جالب نیست. یعنی برگردیم بهتره؟ نه خیر، یعنی اگه برگردی ممکنه عقوبت الهی در انتظارت باشه. چی؟ عقوبت الهی؟ عقوبت الهی یعنی چی؟ یعنی که شما اگه وسط کار برگردی رفیقاتو تنها بذاری اون دنیا دهنت آسفالته. خدا من سه گرفتار شدم، مگه من سه گناه کردم؟ برم جلو صدام دهنم اسفالت میکنه، برگردم اونجوری دهنم اسفالت میشه. مگه من شات خاکیه واقعا؟ بیا برو سوار شو باقالی، اینقدر نترس با این هیکل گندت. خودم هواتو دارم. برو.
پدر عاشقی بسوزه حاج آقا. برو به خدا به نظر من سپردم. آقا هیچ وقت زن نگیره. پا به پای تو میام هر جا بری گوش به حرف تو میدم چی بگی من گذشتم از همه برای تو جونمو میدم برات به سادگی. پا به پای تو میام هر جا بری گوش به حرف تو میدم چی بگی من گذشتم از همه برای تو جونمو میدم. من برای اصلاح شما همین یه سیگارم ازتون بگیرم هنر کردم. شاده؟ میشه ما گوش کنه؟ آره اشکال نداره. قربون دسته. شما این آدم رو هم منحرف کردید. ایشون آدم سربراهی. این چه دیگه مجازه دیگه. شما آدم این چیه دیگه؟ بی خود نیست میشن کیری نقطه. از آسمون داره میاد یه دست هوری، از آسمون داره میاد یه دست هوری، همشون با کل به سر کوکوری مگوری، بگو همشون با کل به سر کوکوری مگوری. توی بهشت عجب داره جشن و سروری، توی بهشت عجب داره جشن و سروری، همشون کل به سر کوکوری مگوری، بگو همشون کل به سر کوکوری مگوری. این هوری که میگن چیه حاجی؟ حورالعین بهشتی. شما سربراه بشین انشالله نصیب شما میشه. دست به زلفاش نزنه میر بار بنده. بله بادا بادا مبارک بادا ایشالله بابا. داره میاد. بیا پایین بیا پایین بیا پایین. وقتی که شب شد لالا کن حالا بیا توی حیات با من بازی کن.
نفس بکش. زنده نفس بکش. وایس اینا کمدش به این مسکو بزن به صورت این مسکو بزن به صورته. امداد جان! امداد جان! یالا! برید تو جان تمام! حاجی اگه همینجا بمونیم خیلی تلفات میدیم. تانکاشون خطا شکستن، دارن به پست امداد نزدیک میشن. باید هر چه سریعتر از این معبر رد بشین. این میدون مین از عملیات قبل میمونده، هنوز پاکسازی نشده. از اینجا رد شدن خطرناکه. نگران نباش کمالی، تخریب شیا باهاتون هستن. حاجی کرتی چی؟ ارادتمندم آقا جوان. اونا دارن آدم میشن، کسی داره لات میشه. برید سری کمالی برید. یا علی حضرت عباس حمله کردن! آتیش گرفتم! حاجی تو زنده یارو حاجی یه وقت خیال میاد برات نکنه برات چیکار میکنی؟ ما از اون قوری موری بود زوری بود چی میگفتی؟ هوری عروس بهش من فهمیدم شما از برادرای اخراجی هستی. نوکر شما این کار بیژن رو توی اون ده دیدم، ماسکشو برداشت گذاشت رو صورت اون تفلک. نوکر حاجی جزاکالله خیرا. یعنی چی حاجی؟ یعنی همون دمت گرم شو. پس شما اون دمت گرم و خیر حاجی. حاجی چی شده؟ فکر حاج آقا شربت شهادت شکوفم نزده، مجروح شده، سنبازه. خیلی خوب دیگه شوخی بسه. بجنبید لا اله الا الله. خیلی ها تا اینجاش اومدن اما تو میدون مین کپ کردن. امتحانی بود. ترس تو وجود همه هست ولی این ترس رو باید شکست. وقتی به میدون مین رسیدیم تخریبچیا سیما رو بر میدارن و به مینا میرسیم. ببخشید زنه سروان، این مینا خانم و سیما خانم چجوری اومدن اینجا چی پور از نامحرمه؟ منظورم سیمای خاردار و مینای ضد نفره. داش مرتضا آدم خوبه چیز داشته باشه. شما چی بهش میگی؟ ما بهش میگیم جیگر. آره همونا. ولی ما بهش یه چیز دیگه ببن فکتو زایه. خیلی خوب بس دیگه بس، میخوایم بریم. آماده شید برای رفتن. یاور تخریب چیه من با من و همراه تخریب چیه من با من و همراه منی دور هر سر ما اوز من و راه منی هر شده سر من دور کنه مال بریا ترکش این موجیا مونده آرپیجی زن! پاشو تانکو بزن! آرپیجی زن! آرپیجی زن! چرا یالا! آرپیجی زن! تانکو بزنید! دارم دست بشید! بزنش مصطفی! یا
تو نه. بچه‌ها بریم. یا علی یا علی. مجید خوبی داداش؟ باش مرتضی ما بالاخره آدم شدی. کارت خیلی درسته. چی درسته؟ همون کارت. مجید درد گریه نکن بزغاله. مجید ما رو تنها نذاره بری ها. ما رو نگاه ننه و آبجیمون رو دست کی بکنم بسپاریم. ببین فکر تو مرد که گریه نمیکنه. داش مرتضی جونم این دم آخری یه کاری واسه ما میکنی؟ هر چی که باشه مجید. باش یه نخ سیگار بچه ها یه نخ سیگار بشون. گفتم یه نخ سیگار بدین. بدین دیگه بابا عصبانه نکنه دیگه. خدایا تو دیگه کی هستی؟ این لاتا رو کشوندی تا اینجا که رو منو کم کنی. قبول تو بردی. یه کاری بکن. یادم نبود تو ترکم.
داشت مرتضی یه دقیقه رو کنیم بریم داشت من دهنو مجید جان این دم آخری ذکر بکن خوبیت نداره داشت دهن ما نجسه یا هم الواتی کردی اما قبول نمی کنن این حرفا بس به دل این حرفا چی میزنی؟ یاد اون شعر میرزا افتادم گفت در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا دنیا رو با همه خوب و بده با همه زندونیای ابده پشت سر گذاشتن و رها شدن رفتن و سری توی سرا شدن واسه شون تو بند دنیا جا نبود دنیا که جای پرنده ها نبود پشت سر گذشته های بی هدف پیش رو لشگر آرزو به سر تو بهشت آرزو گم نشدم آدم حسرت گندم نشدم وقتی موندن تو غبار زندگی در کشیدن از حصار زندگی زنده موندن واسه شون بهونه بود زندگی بازی بچگونه بود یه صدا میخوندشون سمت خدا با سکوتشون رسیدن به صدا